بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در بحث دوم آمدیم که مشکلات مشرکین و موقف مؤمنان در مقابل از اینا هست. الله متعال در آیات بعدی مناقشه اعتقادات، آیات 106 سوره الانعام، در آیات بعدی مناقشه اعتقادات باطل مشرکین و بیدینان و دلایل رد آنها و گرفتن موقف مثبت در مقابل از اینا اینجا بیان میشه. اولین نقطه که در اینجا بیان میشه که امر به متابعت از وحی الهی و اعراض از مشرکین است. الله متعال میگه که اتبع، متابعت بکن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما آنچه را که اوحی الیک، بر تو وحی میشه، من ربک، از جانب ربک. یعنی اینجا مکلفیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ که وحی جلی وقتی که بر ازیم توسط آیات قرآن و وحی خفی برش میه که بازو را به احادیث خود بیان میکنه، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلفیت داره که آنچه که برش وحی میشه از او و این وحی از جانب الله میشه، پس مکلفیت داره که ایره اطاعت بکنه. لا اله نیست معبود به حق که مستحق اطاعت و عبادت باشه الا هو، بغیر از الله، و اعرض عن المشرکین، و میگه که از مشرکا اعراض بکو و اونا اعتنای نکو. ولو شاء الله ما اشرکو، اگر الله میخواست اینا شرک نمیکردن، یعنی میشد که اجباری بالا از اینا احکام تطبیق بکنن، لکن الله متعال در مسائل تشریعی برای انسان چی کرده؟ اختیار داده، صلاحیت داده و تا که اینا خودشان امو عقیده درست اختیار بکنن. و ما جعلناک علیهم حفیظا، و تو پیغمبر ما نگشتاندیم بالا از اینا حفظ کننده. و ما انت علیهم بوکیل، و تو وکیل و اصلاح کننده از اینا هم مکلفیت تو نیست که تو وکالت از اینا را بگیری، بلکه بر از اینا اختیار داده شده هست، اونا خودشان به اختیار خود یا حق یا باطل اختیار میکنن. دوم مسئله که هست بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسئله نظام اخلاقی اسلام رو بیان میکنه و میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از احکام تشریعی نظام اخلاقی هست. تو من حیث یک مسلمان و هر مسلمان باید بسیار با عالی ترین درجه اخلاق باشن. اینجا الله متعال میگه که اخلاق مسلمان ها چی هست؟ که هیچ وقت معبودان باطل از اونا رو با اون که ما درک میکنیم که این معبود از اینا، این سنگ یا این چوب یا این چیزی که اینا گرفتن، این باطل هست، معبود حق نیست. لکن الله میگه دشنام نتین ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، شما دشنام نتین کسایی را که اونا بغیر از الله اونا طلب میکنن و عبادت میکنن. چرا؟ شما باید اخلاق بسیار عالی داشته باشین. فیسب الله، باز چون اونا مردمای ضعیف هستن، وقتی شما موقف منفی داشته باشین اونا هم موقف منفی میگیرن، پس دشنام میتن الله عدوا. به خاطر چی؟ به خاطر دشمنی، و به این خاطر شما اونا را چی نکنین؟ بدون علم اونا دشنام میتن. شما نباید معبودان باطل کسی را دشنام بتین. کذالک زینا لکل امت عملهم، الله متعال میگه چون ما برای هر کس اما عمل خودش از زینت دادیم، یعنی چون او خودش اختیار داده شده و اراده داده شده، بر انسان این اراده و اختیار داده شده و مکلفیت داده شده. اینالی انسان آنچه که میکنه برای هر کس اما عمل خودش برش زینت داده شده، و او انسان چی میکنه؟ مصروف اونمو اعتقادات خود هست. ثم الى ربهم مرجعهم، باز مرجع کل از اینا به سوی ربشان است. فینبئهم، باز الله اینا را خبر میده به ما کانوا یعملون، به آنچه که اینا عمل میکردن. لکن شما موقفتان نمی باید باشه که شما باید معبودان باطل دیگران را دشنام نتین. و این اخلاق اسلامی هست که الله متعال برای ما گفته که ما هیچ وقت تو بد اخلاقی هایی که مردمای بیدین میکنن که معبودای دیگران را دشنام میتن، ما این کارا نمیکنیم. سوم شرط مشرکان در ایمان به شرط آمدن معجزات. یکی از صفات مشرکینی هست که همیشه اونا شرط گذاری میکنن و میگن که مثلا ما ایمان میاریم به این شرط به این شرط، و اقسم آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و قسم خوردن بالله، به نام الله، جهد ایمانهم، که اینا ما ایمان میاریم و ایمان خود ما تاکید میکنیم، و علت از اینکه مثلا ما ایمان نمیاریم چی هست؟ اینا آمدن قسم خوردن که لئن جاءتهم، اگر بیای برشان آیتون، یک معجزه، لا یؤمنون بها، به او ایمان میارن.
قل انما الآیات عند الله، بگو برشان که این معجزات کسی به نزد الله هست. و ما یشرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، و چیزی شما را خبر ساخت که اگر این معجزات با آنان بیاید باز هم ایمان نمیارن. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. الله متعال میگه که ما دلها و چشمایشان را دگرگون و حیران میکنیم، مثل که از اول مرتبه اینا ایمان نداشتن. و نظرهم، و اینا رو ترک میکنیم فی طغیانهم، در سرکشی خود که خوب یا امهون خوب سرگردان و غرق باشن.